بریم واسه سه تا استایل کلاسیک توی دقیقه. اگه حجم موهات زیاده، حالت دنده براق. اگه حجم موهات کمه، حالت دنده مات. نکته اصلی برای این استایل اینه که موهات نم داشته باشه، ولی اگه زیادی خیس باشه موهات مژدار میشه. تو مرحله اول حالت دنده رو کامل تو موهات پخش میکنی. برای جذب بهتر با شونه استایل تو جهت‌های مختلف مو رو شونه میکنی. اگه میخوای سنت بالاتر دیده بشه، استایل رسمی تری داری، موهاتو رو به عقب شونه کن. استایل دوم فرق بغل. بهترین روش برای پیدا کردن فرق بغل بالای شقیقه، جایی که خواب موها حالتش تغییر میکنه. شونه رو میذاری میکشیم رو به عقب. استایل سوم فرق وسط. یه استایل کلاسیک خاص. اینکه فرق وسط تمیزی داشته باشین، از بین ابروها شونه رو میاریم بالا، میکشیم به سمت عقب. اینجا با دست این سمت ما رو نگه میداریم.